ما خواب بودیم تو هواپیما دیگه. حاجی هم انگوش شیشو داغون کرده. رسیدیم فرودگاه کلرادو. خسته نباشی جی. خسته نباشی. آره پیتزا نخور بابا جان، پیتزا نخور. این پهلوون بود قدیم. خب اینجا کسکر لخت نیشت سرمایه دلو تو این سرما. بیا بریم، بیا پشت سر همین هری پاتر بریم. بیا آرش. کدوم بره؟ چرا جوجه بازاری اینجا؟ آقا من قبل اینکه هواپیما ازم بلنشه خوابم برد. همین اینجا دستشویی بزنم آب بخرم یه دستشویی برم. من خدمتتون میرسم. میریم برای دیدم حاجی میگه آقا نریم هتل، نریم اون شهر 2 ساعته اینجا اسکی. میگم چرا؟ حاجی عاشق آسانسور و پله برقی و این بازی های. میگه همینجا باشیم بازی کنیم. به من میگه که حاجی بغل آینه میشی، بغل پنجره میشینه دیگه. من بزیاد مهم نیست کجا بشینم. قبل اینکه میگه آیسا مردم بیان تو بشینن، میگفت تو یک جوری به خواب بودی. sorry my bad bro. کسکش آخه من یه اتوبان خواهر کس سبقت میگیرین آخه بابا. بریم دیگه تو بایستادیم ما راست میره بریم. من میگم حاجی عاشق این چیزا از راه نمیره. بچه ها ما استوریان ساچمه‌ای میشه. من دیروز متأهل بودم، تصمیم گرفته بودم دو دختر بگیرم، برای این نبودم. بعدنم که 2-3 ساعت پیجم نبود و اینا. آره برادر من این موضوع تکرار نخواهد شد. من در خدمت شما هستم به صورت استوریای ساچمه‌ای. حاجی چقدر دختر خوشگل اینجا داره. اینا اینجا میشینن کفشاشون رو براشون واکس میزنن، کاوبویا. میبینی؟ آره من با کاوبویا کار ندارم دیگه، من با جوجو کار دارم. بذار کافی این بگیرم، یه کافی بگیرم، راه برم یه دستشویی برم. آرش این کیف اینجا نگه داره لازه من کافی بگیرم. حاجی آمریکا که بیا، این فرودگاهشه. آمریکا که بیای تنها چیزی که خیلی یهو میگیرته همیشه، یعنی در هر جا اینه